زنهای دایره نواز نواختن بزرگترین دایره را تمرین دارند. دستجمعی دایره زدن برای آنها تجربه نو است. این سیومی دایره ساخته اوستا سینودیر است که آن را بزرگترین دایره در منطقه می‌دانند. دایره‌ای که 1/80 با مثل او دایره در جهان دیگر نیست. ساختیم در سال رشد سیاحی در بودشوی سال رشد سیاحی و در 30 سالگی با محترم جناب والی توفاش کردیم. برای ساختن دایره رکوردی سینودیر حیدروفی 33 ساله 1 سال آمادگی دیده است. سینودیر برای یافتن پوست گاوی بزرگ چندین منطقه ها را گشته است. بعد پیدا کردن پوست آن را در 2 ماه ساخته به استفاده داده است. مهنت سینودیر را هم پرزیدنت با 15,000 سومانی قدر کرده است. دایره سیومی که او ساخته است بزرگتر از 2 دایره قبلیش است. هنرمند شب و روز برای تکمیل هنرش تلاش دارد، ولی شکایت دارد که هنرش در کلاب قدر نمی شود. گله او هم در آن است که در یک خانه تنگ هم زندگی و هم استاگری می کند. با وجود مراجعت هایش به رئیسان سابق برای جدا کردن زمین و ساختن یک استاخانه زمانوی به او زمین جدا نکرده اند. اسباب‌های کاری او به فرزندانش خطر دارد، ولی او راهی برای جدا کردن استاخانه‌اش از منزل زیستش را ندارد. به هر جامعه همگی 10 سوتی خیر. عاشق خدا صاحب 4 بچه‌چه چه خریدی؟ دیگه در این جای تنگ با این اپارات‌های با استانوک‌های ما دارم به حد خطر نمی هر روز ما خطرم خیلی چی بکنم. سال 2018 رادیوی آزادی از ساختن دومین دایره بزرگ سینودیر گزارش داده بود. بعد این گزارش یک گروه فرهنگ دوستان از روسیه به او تجهیزات‌های اوستاگی تقدیم کرده اند. حالا این تجهیزات‌ها کار سینودیر را آسان کرده است. ساختن دایره بزرگ هم در 2 ماه با این تجهیزات‌های مدرن انجام شده است. سینودیر حیدروف تا 3 سال پیش با تجهیزات‌های کهنه و فرسوده 10 نوع سازهای ملی می‌ساخت. اکنون او این شماره را به 13 عدد رسانده است. خریدار هم از اسرائیل، امریکا و اتحاد اروپا پیدا کرده است. قصد دارد با یافتن پوست و مبلغ 4مین دایره بزرگش را ساخته به رکوردهای گینیس پیشنهاد کند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاه.